سایت اوورلیف صحبت کنیم. اوورلیف یک سایتی هست که داکیومنت هایی که با فرمت لتک هست رو میاد کامپایل میکنه و به پی دی اف تبدیل میکنه. خیلی کار باش راحته. ممکنه اولش اگه با لتک آشنا نباشین یه خورده سخت باشه، ولی کم کم میبینین که خیلی راحت تر از ورد هست و خیلی هم قشنگ تر میشه. حالا اگه بیاین توی سایت و برین تو قسمت گالری میتونین تمپلیت ها رو ببینین، مثلا برای رزومه، برای تیسس، مقاله و چیزهای مختلف. حالا من روی رزومه کلیک میکنم. اینجا برام جالب بود که نوشته بود که این 3 رزومه توسط کارمندای شرکت انتخاب شدن به خاطر فیدبک های مثبت، در صورتی که این رزومه ها اصلا خوب نیستن. یعنی برای اپلای کردن جاب توی آمریکا اصلا خوب نیستن، چون عکس دارن، گراف دارن، لوگو دارن، آیکون دارن، اصلا خوب نیستن. نمیدونم چرا انتخاب شدن. این رزومه هایی که نوشته ATS friendly هستن اونها خب خیلی بهتره، ولی جالبه که این یه دونه با اینکه تگ ATS friendly داره ولی ATS friendly نیست، به خاطر اینکه این یه لینک هایی رو گذاشته که اصلا چون لینک کاملش نیست، مثل @github گذاشته و نشون نمیده اگر این رزومه ها تو نرم افزار ATS آپلود بشه اصلا هیچ لینکی نشون نمیده، فقط نشون میده @github. این یکی بد نیست. حالا این یکی از لحاظ فرمتی مشکلش اینه که فضای سفیدش خیلی کمه. این یکی بد نیست، فضای سفید پایینش یکم به نظرم زیاده، ولی خب میتونیم تغییرش بدیم و بهترش کنیم. وقتی که روی اون رزومه کلیک میکنین، گزینه هایی که داره ویو پی دی اف و اوپن از تمپلیت هست و خب ویو سورس. فعلا ویو پی دی اف رو کاری باهاش نداریم، ولی اوپن از تمپلیت خیلی به دردمون میخوره، چون که میتونیم بیایم اینجا و روی هر قسمتش که خواستیم کلیک کنیم و اطلاعات خودمون رو وارد کنیم. مثلا نیم، سرنیم رو میتونیم اسم خودمون رو وارد کنیم، ولی حالا من فول نیم و لاست نیم می نویسم فقط برای اینکه ببینین که چجوری میشه تغییر داد. و وقتی که این تغییر رو دادیم میتونیم ریکامپایل رو بزنیم و میبینیم که چقدر سریع کامپایل شد. حالا دوستانی که قبلا با نرم افزارهای لتک کار کردن میدونن که چقدر پیچیده بود، ولی خب این سایت خیلی راحته و دیگه نصب کردن نرم افزار و اینجور چیزا نداره. و اینکه مثلا سامری رو میتونیم مثلا حذف کنیم، صرفا برای اینکه ببینید که چجوری تغییر میدیم. الان حذف کردم و دوباره اگه بخوام برگردونم هم آندو رو میزنم و دوباره ریکامپایل میکنم و وقتی هم که کارمون تموم شد این دانلود پی دی اف رو میزنم و دانلود میشه. خیلی راحت، سریع، به این صورت که میبینید دانلود شد. همین. بعد میتونیم این قسمت ها رو تغییر بدیم. من خودم نظرم اینه که تکنیکال سکیلز بیاد آخر بعد از اکسپیرینس باشه، ولی توی اکسپیرینس بنویسیم که از چه ابزارهایی استفاده کردیم. مثلا اینجا گفته که جاوا و SQL و تایپ اسکریپت بلده، مثلا میتونه بنویسه که با جاوا اینو نوشتم یا از SQL استفاده کردم و همینطور مسائل دیگه. ببینید اینجا اینو خیلی خوبه که لینک کامل نوشته. اینو ATS میتونه پارس کنه. لینکدین رو خیلی همون لینک کوتاه این سلش یوزرنیم رو نوشته. خب خیلی خوبه. ایمیل رو کامل نوشته. این یعنی خیلی ATS فرندلی هست. فقط آدرس نداره، یعنی آدرس که نمیخواد، ولی شهر و ایالت رو اگر که تو آمریکا دارین اپلای میکنین شهر و ایالت کافیه. اگه دارین از یک کشور برای کشور دیگه اپلای میکنین خب کشور رو هم باید بنویسید و اگر open to relocation هستید هم اضافه کنید. همین. به ذهنم رسید که بگم این پلاگین رایتفول هست. اگر که گرامرلی رو استفاده کرده باشین، خب یه پلاگینی هست که برای ورد استفاده میشه. رایتفول برای همین سایت یعنی یه پلاگینی هست که برای
وصل میشه به سایت اوورلیپ و خطاهای گرامری و املایی رو میگیره. خیلی خوبه، ارزش داره که سابسکرایب کنید. اون موقعی که حالا دارین رزومتون رو ریویو میکنین یا پایان نامتون رو یا مقالتون رو میخواین ادیت کنید، میتونید پرداخت کنین هزینه 1 ماهش رو و این ایرادای گرامری و غلط املایی و اینا رو حتما درست کنین. خیلی مهمه.